قربان بفرمایید. فقط لطف کنید در خصوص موضوع برنامه سوال بکنید که اختصاص داره به آزادسازی طرح اینترنت. بله، درود بر شما و بینندگان عزیز و کارشناس محترمتون. من سوالی که داشتم، ببینید اینترنت باعث میشه که تمام انسان‌ها کارشون از طریق اینترنت، یعنی تمام انسان‌ها کارشون الان در این جهان در طریق اینترنت انجام میدن. خب بیشتر جمعیت کشور ایران هم دست هستن و دوست دارن از اینترنت استفاده کنن. چرا حکومت جمهوری اسلامی این وبسایت‌های گوگل و فیسبوک اینا رو همه رو مسدود میکنه و این میذاره که جوانان ایران از این استفاده کنن؟ این باعث چی میشه؟ چرا این کارو میکنن که جوانان ما نتونن از اینترنت به خوبی استفاده کنن؟ چرا باید هر سایتی، هر وبسایت، هر مسئله که میخوان سرچ کنن در داخل اینترنت همه باید مسدود بشه؟ هم دسترسی به این سایت نمیدونم ممنوع است، این چیزایی که تو اینترنت الان میاد چرا اینجوری باشه؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی این کارو میکنه؟ حالا آقای آرش شما خودتون فکر میکنید چرا به چه علتی این کار انجام میدن؟ من فکر کنم از اینکه این کارهای جنایتایی که انجام میده در دنیا میخواد تأثیری که آشکار بشه، به خاطر همین کارو انجام میده. من میخواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم که از نظر کارشناسی چرا این کارو انجام میده؟ بله، خیلی متشکرم. سیاسی ایران از نظر بین‌المللی به نقطه 0 درجه رسیده، به این کاری که انجام میده به نقطه منهای 100 درجه میرسه. خیلی متشکرم. من میخواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. آقای میر ابراهیمی شما مایل هستید به این بیننده پاسخ بدید؟ بله اگه اجازه بدید. ببینید حکومت هایی که از به اصطلاح آگاهی مردمشون، جامعهشون و از اینکه حقوق خودشون رو اون مردم بدونن و استیفا بکنن میترسند، همیشه از آگاه بودن اون جامعه هم در هراس هستن و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در مورد اینترنت ایجاد کرده و میکنه به حال یک بخش از مجموعه محدودیت هایی است که در طول همه این سالها در زمینه رسانه و در زمینه اطلاع رسانی ایجاد کرده و همه اینها ناشی از ترس حکومت از آگاه بودن مردم، از اینکه بدونن که چه اتفاقایی داره میفته و دوست داره جمهوری اسلامی همه چیز تحت کنترل خودش باشه. اگر مثلا برفرض 30 سال پیش این امکان وجود داشت که یک حکومتی بتونه یک کانال اطلاع رسانی و تزریق اطلاعات به جامعهش رو کاملا تحت کنترل خودش قرار بده، الان دیگه غیر ممکنه. حداقل در یکی دو دهه اخیر با توجه به انقلاب ارتباطاتی که به وجود اومده، عملا هیچ حکومتی نمیتونه کانال‌های به اصطلاح ارتباط با جامعه رو محدود بکنه مثلا به کانال‌های حکومت. خب این ترس حکومت از این به اصطلاح آگاهی مردم هستش و دقیقاً نقطه ضعف جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها هم همین ماجرای اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات در ایران بوده و در قالب مسائل بین‌المللی هم نگاه کنیم، حکومت مثلا در مورد مسائل انرژی هسته‌ای یا در مورد موضوعاتی که الان برای دنیا خیلی اولویت داره نقطه ضعف نداره، یعنی نمیتونه نقطه ضعف اصلی جمهوری اسلامی همیشه همین گردش آزاد اطلاعات بوده و هر اقدامی که بتونه به این پروسه کمک بکنه به هر حال در اصل پافشاری و انگشت گذاشتن رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه بشه این جامعه جوانی که با توجه به همه امکاناتی که وجود داره با جهان در تماس است و آگاه هست نسبت به مسائل مختلف، به هر حال این جامعه میتونه راه خودش رو پیدا کنه و آگاهیشو کسب میکنه. این دیگه حکومتی که متاسفانه در طول این همه سال میلیاردها دلار بودجه مصرف کرده که بتونه محدود بکنه و عملا هم ناموفق بوده، به طوری که شما در اتفاقات یک سال گذشته در ایران وقتی نقش اینترنت رو میبینید، این نقش اینترنت و تاثیرگذاری اینترنت در حالی بوده که بیشترین سانسورها در ایران انجام شده، بیشترین محدودیت‌های اینترنتی در ایران انجام شده و با همه این وضعیتی که وجود داشته میبینید شما تاثیر اینترنت در جامعه ایران چقدر بوده و این حرکتی که در داخل ایران انجام شده چقدر پررنگ بوده. بله آقای اصلان، شما تا چند اندازه با نظر آقای میر ابراهیم موافق هستید؟ آقای میر ابراهیم میگن که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در واقع برخلاف دیگر مسائل گردش اطلاعات هستش. نظر شما رو میشنوید. من معتقدم که این درست است. تمام دولت‌های تمامتخواه چنین عمل میکنن. در روزگار ما اطلاعات قدرت است، چه میخواهد که در چین باشد یا برمه یا ایران،
حکومت‌های تمامتخواه متوجهند که اگر اجازه دهند که مردمشان در جریان اطلاعات قرار بگیرند و مشارکت کنند، در اختیار هم قرار بدهند اطلاعات رو نه با همدیگر بلکه با کشورهای خارج از کشورهای دیگر در واقع قدرت رو از دست میدهند. از دست دادن قدرت بر اطلاع، تسلط بر اطلاعات، از دست دادن تسلط بر مردم است. در واقع با تمام مشکلاتی که داشته برای دولت ایران، ولی متوجه است که نهایتاً امکان پیروزی در مقابل جریان سیال اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات وجود ندارد و از سال 2010 در چند ماه اخیر ما شاهدیم بودیم که در واقع هیچ وقت به طور کامل مسدود نشد اطلاعات در ایران. در واقع جوانان ایران توانایی‌های تکنولوژیک زیادی دارند و متوجهند که می‌توانند به گونه‌ای پیدا کنند راه‌ها رو و میانبر بزنند و در واقع بگذرن از تحریم‌هایی که دولت ایران علیه اونها اعمال می‌کنه و در واقع اونها باهوشتر از دولت خودشون هستن. بله آقای میر ابراهیمی، به حال نقش سپاه پس از انتخابات خیلی مطرح شده. در مورد وقایع پس از انتخابات فکر میکنی که نقش سپاه در اینترنت به چه صورتی است؟ یک گروهی عنوان شده به نام ارتش سایبری ایران که برخی از سایت ها رو هک کرده. فکر میکنید که سپاه تا چند اندازه در فیلترینگ اینترنت نقش داره؟ ببینید، خب این اتفاقاتی که در انتخابات اخیر افتاد و به حال شبه کودتایی که تقریبا انجام شد در ایران، خب حاصل تلاشایی بوده که در 2 سال قبلش، 2 سال 3 سال قبلش به حال به طور سازماندهی شده، به خصوص با مرکزیت سپاه آغاز شده بوده و خب از همون موقع هم شما می‌دیدید بودجه‌های خیلی کلانی در بخش‌های مختلف سپاه تهیه شد که تیم‌هایی رو که بتونه به اصطلاح، چون مثلا برای 5 سال پیش 6 سال پیش یکی از نقطه ضعف‌های سیستم امنیتی نظامی جمهوری اسلامی بودی که زیاد اطلاعات آگاهی در مورد این فضای جدید مجازی نداشته و قابل پیش بینی نبوده باش چجوری باش برخورد بکنه. به حال بودجه وسیعی در طول همین مدت بعد از این تجربیاتی که کسب کردن در اختصاص دادن به همین ماجرا و تیم‌های مختلف و دفترهای مختلفی در سپاه و نیروهای دیگه امنیتی نظامی به حال شکل گرفته بود که به مرور همشون به حال خواستن این اینترنت رو که از نظر جمهوری اسلامی یک تهدید حساب میشه رو بخوان باش مقابله بکنن. سپاه هم یکی از اجزا بود، ولی به حال در ماجراهای قبل از انتخابات و بعد از انتخابات مرکزیت اصلی اون تیمی که به حال داره توی به اصطلاح خودشون در جنگ نرم در فضای اینترنتی و فیلترینگ و هک کردن سایت ها عمل میکنه، به حال مرکزیتش در سپاه ظاهرا طبق اطلاعاتی که در بولتن های به اصطلاح خودشون منتشر شده، بولتن هایی که به حال در اینترنت هم قابل دستیابی هستش، به حال اونجاست که داره اصل این به اصطلاح جنگ نرم رو انجام میده که به حال اصلا واژه جنگ در مورد این قضیه میشه گفت درست نیستش، چون به حال اینجا یک فضای آزاد اطلاعاتی اطلاع رسانی هستش که چیز پنهانی وجود نداره. یعنی حکومت بخش وسیعی از این بودجه رو داره هدر میده برای به دست آوردن اطلاعاتی که یا کارهایی رو که به حال بدون اون بودجه ها میتونسته انجام بده و یکی از بزرگترین خوبی های این فضای مجازی اینه که همه چیز شفاف بوده و هستش. شما هیچ کار پنهانی در به حال فضای اینترنت به اون صورت نمیتونید انجام بدی، هر چی هست در علن هستش. ولی به حال الان سپاه همونجوری که الان در حکومت همه چیز رو داره میگردونه، به حال این صف اول مبارزه با بحث‌های اینترنتی هم هستش و تیم اصلی که همون به نام ارتش سایبری هستش، میتونم بگم طبق اطلاعاتی که هستش در همون سپاه داره مدیریت میشه. بله.